دوستان، خوشحالم در کنارتون اومدم و یه ویدیو جدید اومدم براتون بگیرم. ویدیو خیلی خوبیه براتون اومدم که آقا یه خبری شنیدم گفتم پتا رو با سکه میتونیم بگیرین. اگه اینطوری باشه که خدای دوستان دیگه آره خودش میخوام سری برم بهتون نشون بدم. اگه شده واقعا پشمام من ریخته، برم منم نگاه کنم. من هنوز نگاه نکردم، بریم با هم دیگه ببینیم شده یا نشده. منم که رفتم تو یوتیوب دیروز یا پریروز بود، یه یوتیوبر گذاشته بود و گفته بود که پتا با سکه هم میشه گرفت و پشمام ریخت و بریم با هم دیگه ببینیم که چی شده. و اگر خوشت اومد ویدیو لایک کامنت یادتون نره، سابسکرایب بزنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. دوستان داخل شاپ میایم و این قسمت کاراکتر، اینجا که کاراکترها بود، بعد اینجا جا پتا واقعا پشمان خودم ریخته و با سکه میتونی بگیرید، مثل سرورهای دیگه، مثل سرور اروپا، سرور مثلا هند، اینا رو همه رو میتونی با 25,000 تا بگیری. من متاسفانه 14,000 تا دارم و جمع میکنم و میگیرم و واقعا خیلی خوشگله اینا. و اومدم حالا همینم بهتون نشون دادم و میخوام برم حالا یه ترنی من با هم دیگه کنار هم بازی کنیم و ویدیو رو تموم کنیم. همینجا کردم تا ببینیم چی انمی خوب میفته یا نوب. دستان گل و گلاب. بله پرو انداخته. حالا از اسمش که نمیتونی بگی پرو، ولی معلومه که پروه. یکم سر 3 دقیقه کات ویدیو دیگه. دوستان معذرت میخوام، دیزرت گرفته برامون. ادامه زد دوستان، چی بود؟ مثل نوبا زد، فقط ادامه زد و رفت. اشکال نداره. ببخشید اگه من دیر به دیر میگیرم ویدیو، چون من کار دارم، به خاطر همین یکم دیر میگیرم ویدیو و معذرت ازتون میخوام. و میخوام از دوباره بیشتر ویدیو فری براتون بذارم، چون بهتره. کجا شدی؟ بیا اما اینجا. اسنایپر ریلود نمیکنه، همینش بده. و دوستان آیدیاتون هم تو این زیر این ویدیو بذاریم که با هم بریم کاستوم و اشغال. یکم نوبه دوستان، هم یه دستم بزنیم و تمام کنیم ویدیو رو. و نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. انشالله ویدیو گیم پلی هم براتون امروز یا فردا میذارم و عشق کنین دیگه. دورچینم تازه عوض کردم، بازیم ضعیف شده. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین. خدا نگهدار دوستان.